کمتر از 3 هفته تا امتحانات ترم اول زمان باقیه و این فرصت از نظر من یک فرصت طلایی برای مرور نیم سال اول برای هر دانش آموزی در متوسطه دومه، چه دهمی، چه 11می و چه 12می. سلام، من امیر زارعی هستم و اینجا استودیوی اوهوش. خوش اومدید به یک ویدیوی مشاوره‌ای و اون هم صحبت بکنیم راجع به اینکه چطور میشه از یک فرصت طلایی استفاده کرد برای پیشروی برای یک اتفاق بزرگ. و اون اتفاق بزرگ اینه: وقتی دی ماه فرا میرسه، تو به بهونه امتحانات در هیچ سالی نهایی نیست در ترم اول، اما یک بهونه است برای اینکه تو رو بشونه کل نیم سال اول تو به اون شیوه صحیح و درست یه بار مرور کنی، یه جنبندی بکنی، ببوسی، بذاریش کنار. در واقع نیم سال اول نیم سالیه که شما باید امتحان بدید در ایام دی ماه، توی این 3 هفته‌ای که باقی مونده و توی خود تعطیلات دی که شاید اون از هر چیزی مهمتر باشه، یک فرصته که اون رو کنکوری جنبندی بکنید. پس همینجا تکلیفمون معلوم شد دیگه. ما اگر دنبال جنبندی و مروریم، نه فقط واسه این که برسیم به 4 تا امتحان پیزوری که نمرش هیچ جا تاثیر نداره، نه، اونو میخوایم بهونه کنیم برسیم به کنکورمون و میخوایم به شیوه تست محور مرورمون رو انجام بدیم. اما مرور یعنی چی؟ دوستان من، اگر این ویدیو رو در زمان انتشار ببینید، حدود 3 هفته وقت دارید تا خود امتحانات. 1 ماه هم تقریبا بازه امتحاناته، یعنی ما قرار بیش از 5 تا 6 هفته درگیر فرایند نیم سال اولمون باشیم. اگر دانش آموزی باشی که تا الان خوب درس خونده باشی، همه کتابا رو تا نصف پیش برده باشی، که دمت گرم، این ایام طلایی ترین تایمه برای تو. بشینی همه اون چیزی که تا الان خوندی رو به روش تورق سریع مرور کنی و این مرور کردنه اولویتش با دروس تخصصیه و دروس عمومی در اولویت چندم قرار میگیره. این مرور کردنه به روش تستیه و از روی منابع تستیه، البته باز در این ایام، یعنی وقتی میرسیم به خود شب امتحان، نه، شب امتحان طبیعتا مراجعه میکنیم به منابعی که سوالای امتحانی تر داره، سوالات تشریحی تر داره، ولی وقتی میخوایم مرور کنیم مطالب رو به این شکله که میایم، فرض کن میخوایم فیزیک رو مرور کنیم، فیزیک سال 10می که مثلا در رشته تجربی 4 فصل داره، میخوایم 2 فصلش رو برای نیم سال اول مرور کنیم. یه برنامه‌ای برای خودمون مینویسیم از الان تا تاریخ آزمون فیزیکمون. این 2 فصل رو طبقه بندی میکنیم در طول هفته. شروع میکنیم تورق سریع. تورق سریع یعنی چی؟ یعنی خیلی سریع، در حد 20 دقیقه، نیم ساعت، فقط نگاه به فرمولا و مثالای حل شده معلم، جزوه، اگر ویدیوی آفلاینی داریم، پکیجی ثبت نام کردیم، یه نگاه سریع با سرعت ضرب در 2 ضرب در 4 به ویدیوی اون معلممون میندازیم که کلیت درس دستمون بیاد. قدم بعدی تست زدنه. میریم سراغ منبع تستیمون، یه سری سوال رندوم انتخاب میکنیم از سوالاتی که قبلا نزدیم. این توجه کن، توی اون منبع کمک درسیت یه جوری بالاخره با یه الگوریتمی تست زدی که یه سری سوالا نزدی دیگه. میریم سراغ اون تست هایی که نزدیم به صورت رندوم از همه موضوعاتی که خوندیم و خیلی کوچولو نبیایم یه فصل کامل رو بشینیم مرور کنیم. مثلا میگیم آقا من امروز میخوام فصل 2 فیزیک، فصل فشاره رو کلا مرور کنم. نه بابا، یه تیکش رو انتخاب کن فعلا. اول بشین فقط لوله یو شکل رو مرور کن، بعد یه روز دیگه بذار برای مثلا مانومتر رو مرور کن، یه روز دیگه بذار بارومتر رو مرور کن. تو سال 10 مثال میزنم، 11ام 12مش هم همینطور، فرقی نمیکنه. مثلا بچهای 11می مثلا بشین فقط الکتریسیته ساکن، فقط بخش خازن رو مرور کن، فقط همون یه تیکه رو بشین تست بزن و بعد تصحیح کن. اگر اون تستی که زدی، اون مدل حل سوالی که انجام دادی، اون تسته درصد بالایی شده بود، خب این یعنی که اوکی، این فصل رو من بلدم، با اون مرور سریع تونستم به تسلط برسم، سریع میرم مبحث بعدی و همینجوری مبحث به مبحث، درس به درس، با اولویت دروس تخصصی توی 3 هفته، 4 هفته تا 6 هفته
جمعش میکنیم مرور نیم سال اولمون رو، پروندهش رو میبندیم. اما اگه نه اون تست رو میزنیم میبینی نه بابا همچین مالی هم نیست، باید برم یه بار دیگه مفصل‌تر درسنامه رو بخونم، ایرادم خیلی عمیق‌تره، تست خیلی خوب نمیتونم بزنم، با رفع اشکال اون تسته، با اینکه ببینی کجای اون درس رو دقیقاً مشکل داری. وقتی میکرو طبقه بندی میکنی درس خوندن تو، ایرادت هم خیلی طبقه بندی شده پیدا میکنی دیگه. آقا من این تیکه رو خیلی مشکل دارم، من مثلا مبحث چگالی رو تو فصل 1 مشکل دارم، من مثلا توی الکتریسیته جاری بخش مقاومت ها رو نمیتونم درست در بیارم و معادل سازی مقاومت ها رو اذیت میشم. این تیکه ها رو در میاری، میری سراغ منبعت، میری سراغ کلاست، کتاب جزوت کامل تر میخونی با وقت بیشتر، یه خورده روش بیشتر وقت میذاری، بعد شروع میکنی تست آموزشی زدن تا اون مشکل حل شه. پس مدل مرور و جنبندی نیم سال اول این شکلیه، از درسایی که بلدی مطمئن بشی، درسایی که بلد نیستی و ایرادتو در بیاری بشینی رفع اشکال کنی. تاکید میکنم باز هم به روش تستی. من در این ویدیو دارم راجع به یک موفقیت تحصیلی و رتبه برتر شدن صحبت میکنم، وگرنه نمره تشریحی ترم اول شما که به درد چیزی نمیخوره، 10 شدی 12 شدی یا 15 شدی چه اهمیتی داره. اما با همین روش به اون امتحانه هم میرسیم، یعنی اگه کسی این روش رو درست اجرا کنه مطمئنا به امتحان هم میرسه. طبیعتا نزدیک میشیم به امتحان، میریم سراغ منابع تشریحی تر. من سعی میکنم در خود فصل امتحانات هم یه ویدیو بذارم اگر درخواستش باشه. پس این میشه مدل مرور برای کسایی که درس‌ها رو خوب خوندن، ولی بعضیاتون هستید من میدونم دیگه خوب جورو نکردید، الان عقبید، اصلا نصف کتابا رو هنوز کامل و جامع نخوندید. دوستان من این ایام یک ایام طلایی برای اونایی که عقبن. چرا؟ چون یک تایم خوبی وجود داره که دیگه درس جدید اساتید معمولا نمیدن، منهای اون خود تعطیلات دی کلی تعطیلی داره. تعطیلی که میگم نه تعطیلی رسمی ها، همون تعطیلات بین امتحانیتون که این فرصت رو بهت میده که از صفر بشینی درس رو بخونی. الان اون تایمیه که اگر عقبی، اگر معلمت 3 تا 4 تا فصل یک کتابو پیش برده تو هنوز یه فصلش هم درست حسابی تست نزدی، این ایام وقتشه خودتو برسونی به رقبات دیگه. فرقی هم نمیکنه 10 11 یا 12. تو هر پایه‌ای که هستی اون فصلایی که به نیم فصل اول، در واقع نیم سال اول میرسه و تو باید طبق تقویم، طبق برنامه، طبق همه الگوریتم‌های تحصیلی باید تا پایان دیما همه نیم فصل اول، نیم سال اول کتاب ها رو تموم کرده باشی. این ایام با این تعطیلی‌ها، با این حجم درس فرصتیه برای رسوندنش. اما اگر پرتعداد تست بزنی، پر ساعت درس بخونی، خوب برنامه ریزی بکنی. من یه نیتی کردم که توی همین ایام آذر اگر بشود این سلسله ویدیوی برنامه ریزی رو منتشر کنم، یعنی شیوه صحیح برنامه ریزی کردن رو برای خیلی از شما که اصلا نمیتونید برنامه ریزی کنید و نمیدونید برنامه ریزی چیه منتشر کنم. اگر موافقید بعدم واژه برنامه ریزی رو کامنت کنید، درخواستش زیاد باشه سعی میکنم تو همین هفته شروع کنم. فکر کنم 3 تا یا 4 تا ویدیو میشه همه اصول برنامه ریزی رو اگر ریز به ریز بخوام بگم که خودت قشنگ با دست خودت یه برنامه خوب بنویسی، 2 3 تا ویدیو میشه نهایتا 3 4 تا که توی همین هفته منتشرش کنم. موافقی؟ بعدم واژه برنامه ریزی رو بنویسیم، ویدیو رو لایک کن. سعی کردم خیلی مختصر هم لزوم جنبندی نیم فصل اولو بگم، همین که به چه شیوهی باید درس بخونیم تا از الان تا امتحانات ترم اول رو بگم، ولی بازم سعی میکنیم ویدیو داشته باشیم جلوتر یه خود تخصصی تر وارد خود ایام امتحانات بشیم که دقیقاً تو خود ایام امتحانات چطوری باید درس بخونیم. شاد بشید دوستان من، تا ویدیوی بعدی. خدا نگهدار.